15 سال پیش که مامان جون خدا بیامرز زنده بود ازش پرسیدم به نظرت خوشمزه ترین غذای گیلانی چیه؟ گفت اناربیج دزای، خیلی هم راحت و آسون چاکو داده. گفتم پس میشه رمز و رازش رو بهم یاد بدی؟ گفت چرا نیبه؟ اول باید گردوها رو با سنگ مشته توی نمکیار بسابی. البته شما جوونا تنیدی با دستگاه اناسیا، ولی اگه میخواین با نمکیار و سنگ مشته کار کنین به حالت دستهای من قشنگ نگاه کنین و اینجوری گردوها رو له کنین تا روغنشون در بیاد. وقتی هم که حسابی له شدن میریزیشون توی گمج و با شعله کم در حدی که داغ بشن بهشون حرارت میدی. بعد رب انار ترش اضافه میکنی و در حد مخلوط شدن همشون میزنی. حالا اگه میخوای روغن گردو حسابی در بیاد و وقت زیادی هم نداری باید آب یخ رو در چند مرحله به گمج اضافه کنی. یعنی 5 لیوان آب یخ رو مرحله به مرحله میریزی توش و وقتی داغ شدن لیوان آب یخ بعدی رو میریزی توش. اینم از لیوان 5م آب یخ که حسابی به گردو شوک دمایی بده. بعدم فلفل و نمک میزنی و میذاری نیم ساعت قل بخورن. کنار غذاهای شمالی هم حتما از برنج ایرانی که خوش عطر و خوشمزه تره و وقتی دمش میکنین بوش کل محل رو برمیداره استفاده کنی. حالا جعفری، گشنیز، تره، نعنا، چوچاق و خالواش رو ریز ریز خورد میکنی که نسبتشون رو توی کپشن نوشتم، ولی بذارین همینجا هم بگم که یادتون نره. جعفری 75 گرم، گشنیز 75 گرم، تره 50 گرم، نعنا 25 گرم، چوچاق 25 گرم، خالواش هم 25 گرم. خیلی هم ممنون میشم اگه با لایک و ثبت نظرات ارزشمندتون زیر ویدیوهای آموزشیم از من حمایت کنین. مرسی. بعد گوشت چرخ کرده رو با پیاز رندیده‌ای که 70% آبش رو گرفتی، 2 قاشق از سبزیایی که خورد کردی، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه حسابی ورز میدی تا به چسبندگی برسن و توی یه ظرف دربسته 1 ساعت میذاریشون یخچال. حالا لیوان 6م آب یخ رو هم به گمج اضافه میکنی و میذاری 2 ساعت ریز قل بخوره و توی این مدت سبزی ها رو 9 دقیقه تفت میدی. 2 دقیقه بدون روغن و 7 دقیقه هم فقط با 1 الی 2 قاشق روغن. 1 ساعت آخر پخت اناربیج سبزی های سرخ شده بهش اضافه میشن و کمی هم گلپر میزنی. گوشت ها رو هم با دست خیس قلقلی میکنی و توی روش سنتی بدون تفت دادن به گمج اضافهشون میکنی و 5 دقیقه درشو نمیذاری و بعد باید 45 دقیقه با در نیمه باز قل بخورم. ببین چه چیزی شد آخه. به نظر من که اناربیج خوشمزه ترین غذای دنیاست. خوشمزه ترین غذا از نظر شما چیه؟ آخ نگم براتون از تهدیگ و اناربیج و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.